بین در همون لباس همون سفیدی که یک سانک در گردی همی پشت و شکم ما پیچاندگی است، معناش همیه که شما اگر دنیا که در دستان باشد، این همی سفر شما با همی یک کفنه، این یک سانقتی دنیا را پدرودنی با خودت این چیزهایی که داری با خودت نمیبری. دیگر این که این یک نشانه قیامت است. قیامت هم مثل که در اینجا میلیون ها در درون کفن ها پیچاندگی‌اند، اونجا تماما با کفن نیست، یعنی اونجا تماما لباس نیست. این هم یک مثال همون قیامت است. برای همین این حکمت های بسیار دارد، ولی همین قدر دانیم که مادام خدا امر کرده است که لباس حاجی باید همین خیل باشد، تا که البته مقصد زحمت ها داره، مشکلات ها داره، تا مثال با خدای مهربان به آسانی آدم رسیدن نمیتونه، همین هاش درک کنیم، خدا خواهد کفایت میکنه. دیگر سوال: بابا جان من صنف 11 میخونم، طول 1 سال میشود پدرم با من قهر است، او را با آغوش میگیرم میبوسم ولی گپ نمیزند، من چیکار کنم؟ من پدر و مادرها را وقتی که این خیل فرزندایی را که خدا به شما داده است که شما را در آغوش بگیرن، از شما بخشش پرسن، شما این پدر و مادر دل سخت دلسیاه نشوید. شاید این پدر یا شاید این مادر ولی ندیده است که به حرمتی فرزند که ندیده، ولی این نازت این قهرت امی جهته. پدرها و مادرهای را میدانم که فرزندا را دشنام های کوچگی میتن بیزار شدگیان، دعا میکنن که خدای مهربان تیزتر جانش بگیرن. فرزندای هست که مثال چقدر اذیت عذاب و لطقین میکنن پدر و مادرها را. برای همین وقتی فرزندکایی که شما را در آغوش میگیرن، یگان خطا کردن یا لغزش کردن، شرط نیست که دره و دیگه همین 4 زانو بشینه عاقد کردم، من اعتراضی نیستم. فرزند بشنان، او فرزند او بچه او میوه دیل، او را بشنان، مصلحت شده که بچه جان، دختر جان، تو میدانی که مثال من پدر و مادرم، شما میدانی که آزار ما آزار الله های، بچه جان این کار دیگر نکن که مرا دلم نمی برداره، بچه جان حرمتم که به قدرم برست. مقصد حاجی را گوش که درباره پدر و مادر چی میگه، یا فلان کتاب بیار، یک کتابک درباره پدر و مادر پر حاضر بیار، بچه میره بخون ببین پدر و مادر چه حق داره. شما فرزندا را تربیه کنین، فرزندا را آق نکن، فرزندا قهر نکن. این به ضرر میگن همون قهر دیوانه، ضرر دیوانه. شما فرزندا را وقتی شما را آغوش دا بگیرن پیشتون بیا بگه ببخشم، الله را بی با این تواناییش میگه بخشیدن دوست میدارم. برای پدر و مادرم شما فرزندا را ببخشید، چی لرزشی میکنن ببخشش، نصیحتش کن، انشاءالله همش خوب میشه. الله مهربان توفیق دهد که این خواهرچه ما است یا دادرچه است، مقصد از شما خواهش میکند، عذر میخواهد، شما عذری را خواهشی را قبول کنید، زیرا با ناشکری نشود و بعد در یگان آفت بزنید، هم فرزندت هم خودت. خب سوال دیگر: در مهاجرت در نقلیات یعنی تاکسی باشی، ناخواست ماشینت با صدمه دچار شود و همان شخص وفات کنه، آیا شهید می شود یا نه؟ یعنی در غریبی برادران عزیز و گرامی، وقتی شما در صدمه میزنین این معنای شهیدی را ندارد، ولی از بس که غریب که هستین انشاءالله هر کسی در غریبی بگذرد درجه شهادت هم میبرد. شما از حساب این مقام و مرتبتون حساب غریبی تونه. لیکن شهیدها را پیامبر نازنین گفت است که از شهدا 5 شهیدا 5 نوند، در بعضی حدیث ها 7 نوش هم آمده است. یکم میگه المطعون، کسی که از کسل طاعون یعنی از وبا، از ویروس
اینمی کرونا کسی میبرد، این میگه درجه شهادت میبرد. دو میگه المبتون، کسی که شکم درد میبرد، یعنی شکم رو میشود، همینم درجه شهادت میبرد. سه میگه الغریق، سیم کسی که در آب غرق میشود. دیگر نفری که در روایت اومده است کسی که در آتش میسوزد، اینم شهید میشود. و دیگر پیامبر گفتن کسی که زیر یک بنا میماند، یک بگیم دیوال است، چیزی باشد در بالای آدم وقتی چپه میشود، اینم گفتن شهید است. یا کسی که در راه الله کشته میشود، آدمی که برای خاطر دینش، برای خاطر شریعتش وقتی در مقابل دشمن میبراید، وقتی کشته میشود، اینم شهید است. پیامبر گفت کسی از کسل دق نفس، اسب میگیم، از این مثال دنیا میگذرد، شهید میبرد. کدام مادری که در حالت فرزند زاییدن از دنیا میگذرد، اینم شهید میگذرد. انا اینا شهیدن. ولی کسی در صدمه دچار میشود، مقصد اینها را شهیدم که نباشند، لیکن انشاءالله درجه مؤمنی میبرین کو، درجه مسلمانی میبرین کو. اگر غریب باشین انشاءالله شهیدین شما. الله مهربان حفظتان کنه. خدا هیچ وقت در این آفت ها و در این مصیبت ها شما دوچار نشوید. سوال دیگر، در نماز جماعت وقتی آمدیم که رکعت آخر در اتحیات هستند، آیا نیت کنیم یا نه؟ یعنی وقتی میاییم که در نماز که مردم در آخران رکعت نشستگی و تشهد میخونند، یعنی التحیات لله و الصلوات و الطیبات، همین را میخونند. در همین حالت که آمدین، اگر نماز چی 2 رکعته باشد یا چی 4 رکعته باشد، چی 3 رکعته باشد، شما برابری آمدن، همون آمدن تو خودش نیت های. شاید نیست بگی نیت کردم بگذارم 3 رکعت فرض نماز شام روی آوردم به قبل دیگر. همین آمدی الله اکبر تا بگو، دستات تا همین نرمی های گوشت بردارو، دستا همه انگشتا طرف قبله و الله اکبر بگو، راست برا بشی. زیرا اطاعت امام در مذهب خودمان واجبه. نشستی تشهد بخوان، تحیات بخوان، دروداشان بخوان. وقتی که اونا سلام دادن، تو سلام نتی، ایجاد بخیز، 4 رکعته که باشد، همون نیتی کردگی خودش علاقه قبوله. دیگر همون فاتحه را میخوانی، اول همون سبحانک اللهم را بخوان، بعد سوره فاتحه را بخوان، زمی سوره را بکن، دیگر همون ترتیب نماز رفتن بگیر. نیتش ضرورت ندارد، الله اکبر بگو بسه.